کتابداری و کتابخوانی یک جزء مستحکم فرهنگ ما مردم تاجیک از قدیم الایام تا به امروز محسوب می‌یابد. خلق تاجیک در درازای تاریخ صاحب کتاب، صاحب شعر و قلم بودند که این محض شرافت بی‌گزنده و پابرجایی و سربلندی ملت تاجیک از زمانهای قدیم تا به امروز گردیده است و ما مردم تاجیکستان واقعا هم خوشبخت و سرفراز از آن هستیم که قلب پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشور ما محترم امامعلی رحمان با نبض جامعه تاجیکستان و با نبض سیاره زمین همسان می‌تواند. چرا که امروز ما مشاهده می‌کنیم در جامعه متمدن جای کتاب و مطالعه را تا جای تکنیک و تکنولوژی از قبیل تلفن‌های هوشمند همراه اینترنت و نوتبوک و دیگر واسطه‌های پیشرفته تکنیکی ایواز کردند که این البته فایده آور است، ولی در نوبت خود باز از آن جهت به مفکوره مردم مخصوصا جوانان ضرر آور از آن جهت است که در برابر مطالعه از صحیفه‌های اجتماعی و از واسطه‌های تکنیکی البته ما می‌دانیم که باز دیگر عامل‌هایی هستند که برابر با وارد شدن به شبکه جهانی اینترنت در همون اکران در همون تلفن همراه پیدا می‌شوند که خواه ناخواه دقت خواننده و استفاده برنده را جلب می‌کنند. این کتاب دوستی بی‌منت و انیس کنجی تنهایی خواننده است که تنها با گشادن صفحه آن در پیش نظر کارنمایی و حرکت و عملهای شایسته اون قهرمان‌ها و پرسنل‌ها است که ما را به عالم رنگین بدیعی می‌برد و محض به همین خاطر پیشوای معظم ملت طول 6 سال باز در تاجیکستان آرزوی بسیار با نفوذ و واقعا هم ارزشمند فروغ صبح دانایی کتاب است را اعلان نمودند که از زمان اعلان کردن این آزمون تا به امروز یک تکان، یک انقلاب فکری و معرفتی جامعه تاجیکستان را سراسر فرا گرفت. امروز ما می‌بینیم که از خود تا بزرگ تا پیران روزگار دیگر با هوس با شوق از جانبداری از این اقدام نجیب و معرفت افزای پیشوای معظم ملت به کتابخانه رو آوردن و در آزمون فعالانه شرکت می‌ورزند. این اقدام پیشوای معظم ملت را رئیس محترم ولایت ختلان دولتعلی سعید جانبداری نموده. در پیروی از این اقدام شایسته سال 2025 در حدود ولایت سال فرهنگ کتابخوانی اعلان نمودند که بسیار هم یک اقدام شایسته و واقعا هم ادامه منطقی تشخص سازنده پیشوای معظم ملت به شمار می‌رود که ما ساکنان ولایت را خوشنود و سربلند و همچنین موظف می‌نماید که باز هم در تقویت سویه کتابخوانی و کتابداری و معرفت افزایی جامعه مخصوصا نسل نورست و جوانان و دانشجویان باز هم مسئولیت بیشتر احساس نماییم و کوشش کرده باشیم که شاگردان را باز هم بهتر در روحیه بلند علم دوستی، معرفت پروری و پیش از همه کتابخوانی جلب کرده باشیم و این اقدام شایسته رئیس ولایت باید از جانب تمام قشرهای گوناگون اهالی ولایت جانبداری و دستگیری یابد، چرا که وقتی که انسان رو به کتاب میارد، رو به کتابخوانی میارد، طبیعی است که از هر گونه عمل و کارهای ناشایسته و ناجا خودداری میکند و البته فرد خودآگاهی که به کتاب رو میارد، کتاب میخواند، از قهرمان‌های مثبت و مرکزی پیروی میکنند و از عمل ناشایسته و ناجای پرسنل‌های منفی البته عبرت گرفته خودداری میکنند. این است منفیت کتاب و کتابخوانی مخصوصا در این مرحله حساس جهانی شوی که تمدن فرهنگ‌ها و برخورد تمدن‌ها و فرهنگ‌ها به هم پیچیده و هستی
ملت ها به هسته فرهنگ ها کوشش ضرر رساندن و نیست و نابود کردن دارد. در این مرحله فرهنگ خلق با فرهنگ مقابلیت کردن می تواند که از خود معرفتی بلند علمی و سیاسی و فرهنگی و ایدئوی داشته باشد.